بله، الهام جان، عایشه جان و ولی جان، 3 اطفال نهایت عزیز، نهایت محترم، لایق و خلاق را این صبح با خود در استودیو دارم. خوش آمدین جان کاکایش، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. آفرین. امرای الهام جان صحبت بکنم یا امرای ولی جان اول؟ ولی جان امرای خودت اول هم کلام شویم یا امرای الهام جان؟ امرای خودت اول. درست، امرای خودت هم اول هم کلام میشیم. صنف چندی مکتب هستی جان کاکایش؟ صنف سیوم مکتب هستم، متعلم صنف سیوم و مکتب بستان علف. درست هستن. و چندم نمره هم هستی؟ دوم. آها، مایکتام یک کم ذره بلندتر بگی. صنف دوم هستی و چندم نمره هستی باز نامختار؟ صنف دوم نیست، سیوم. خب صنف سیوم هستی. دوم نمره هستین در صنف سیوم. انشالله به سال خودت اول نمره میشی دیگه. یک کمک دیگه هم اگر در سری درسای تمرکز بکنی 100% اول نمره میشین. صبح پارچه میگیریم، معلوم نیست. صبح پارچه میگیرین. بله، ما هم آرزو میکنیم که بخیر از امروز کرده صبح شادتر و خوشحالتر ببینیمت و خودت هم اول نمره شده باشی. بله، خوب است. چی آوردی برای ما و برای دوستا؟ بله، و ناگفته هم نمانن عزیزان بیننده که روز شنبه قرار است که مکاتبی که امتحان اخذ کردن پارچه های امتحانات را بتن در ولایت های سردسیر. اگر باشید میتونین شنبه مراجعه بکنین به مکاتب و پارچه های امتحان خود را اخذ بکنین. بله، و چی آوردین برای ما و برای دوستا بخونین؟ 3 حدیث آوردم که دیگه قرائت. خوب است. خیلی بیاین از قناعت شروع بکنین. مایکتان اگر برای ما بتین ما برتان میگیرم چون همکاران تکنیک صدایتان ندارن. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق الله العلی العظیم. آمین. آفرین. نام خدا. و کدام احادیث را برای ما و برای بیننده ها میگین؟ انما الاعمال بالنیات، مدار عمل بر نیت ها. المسلم و اخوه مسلم، مسلمان برادر مسلمان است. الحیا کلو خیر، شرم و حیا همش پسندیده است. آفرین. و وقت هم محدود است. بین پای هم شیرتانم میشنم. شیر ما نداشتیم. شیر شما نداشتین ولی جان فکر کنم ترانه داشتن یا شما هم ترانه داشتین؟ شیر دارم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک کنم باز. آفرین. نام خدا. بسیار عالی. موفق باشی و خواهر کوچک ما عایشه جان مایک بگیرن. آفرین. و عایشه جان هم صنف چند مکتب هستن؟ صنف 2 مکتب. بله، مایکتان بلندتر بگیرین که باز دوستا صدایتان داشته باشن. و چندم نمره هستین باز؟ اول در لیسه خصوصی بستان ادب. آفرین. نام خدایت. چی آوردی برای ما و برای دوستا که بخوانین برشون؟ حدیث آوردم، شعر آوردم و شیر آوردی یا پلنگ؟ شعر آوردین که باز ما را نخورن شیر که باز یا میخواین که دیپلمه بکنین دیگه؟ سورم آوردین. آفرین. بفرما خواهر گلم، شنونده هستیم ما. اول تلاوت بکنین. سیس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة الكوثر مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلی العظیم. آفرین. نام خدا. و شیری هم که آورد تقدیم عزیزان بیننده بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر محمد بر او درود و رحمت. عبدالله پدر او، آمنه مادر او، دایه او حلیمه با اخلاق کریمه، خدیجه همسر او، فاطمه دختر او. صلی علی محمد. صلوات بر محمد. آفرین. نام خدا. و احادیث هم یاد گرفتین دیگه، درست؟ چند حدیث را یاد گرفتین تا بالا؟ 3 حدیث. بفرما برای ما هم یاد بتین و برای عزیزان بیننده ما هم که بیننده هستن که یاد بگیریم از پیشت. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در اسلام بدعت چیز تازه ایجاد کند آن باطل است.
دیگه المرء مع من احب، انسان با شخصی روز قیامت نشون میشد که او را دوست دارد. آفرین. انما الاعمال بالنیات، مدار عمل به نیت. آفرین، نامخدا، بسیار عالی، بسیار زیبا. موفقیت های دیگه هم خواهان هست و مگر صحبت های دیگه هم داشته باشی برای بینده ها بفرمایید. آها خوب است. خیلی نوبت میتیم بله ولی جان نمیفهم که چرا قار هستن، حتما کم خو هستن، نی خنده میکنن نی گپ میزنن و ببینیم که چی آوردن برای ما و برای دوستای ما. چی میخوانین که ما بشنویم از پیش خودت ولی جان؟ آفرین، دمایی که یک ذره بلندتر گپ بزن که باز دوستا صدایت بشنوه. ما کودکانه میخوانیم. آفرین، ترانه میخوانی خیلی کودکانه. آفرین، بخوان ما هم شنوین دستیم. ما کودکانه ما کتاب بلند بگی شاهزاده ببخشی، بلندم گپ بزن. آفرین. ما کودکانیم، شیرین زبانیم، در کودکستان شادیم و خندان، چون گل که دارد جا در گلستان، رفتار ما خوب گفتار ما خوب باشد همیشه هر کار. آفرین، نامخدا، بسیار عالی. خودتان مکتب میری شاهزاده؟ صنف چندم هستی؟ کودکستان. خب کودکستان هستی. آفرین، خوب است. امی کسایی که هم سن 2 سالت هست و درس نمیخوانه، برای از او چی میگید که باید چی بکنن؟ آها درست هستن. و امی دخترک که مقبول آیشه جان برای ما بگوین، دوستایی که درس نمیخوانن، اطفالی که درس نمیخوانن باید چی بکنن؟ مایک هم بگیرین. باید درس خود خوب کوشش کنن که یاد بگیرن. آفرین. و چقدر باید گوش بگیرن برای صحبت هایی که پدر و مادرشان برشان میکنن؟ باید احترامشون داشته باشن. و کارهای خانگی را چطور؟ خوب بکنن. کارهای خانگی را هم انجام بدن که باز صبا روز بخیر که کلان شون یک چیزی را یاد داشته باشن. آفرین. بله، از عرصه شما تشکر میکنم جان، سپاس. شما اطفال با استعداد هستین. انشالله در برنامه بعدی هم با شما را چانس میتیم که بیاین دیگه هم صحبت بکنین. هر وقت که هر چیز دیگر هم یاد گرفتین بر پدر جانتان بگوین که پیش کاکای میرم، باز اونا بر ما یک پیام در صفحه فیسبوک میمانن، بازم شما را دعوت میکنم. آفرین، شما لایق هستین و ممتاز هستین. یک نعت میخواین بخوانین، بتن مایکم برشان مدیر صاحب اگر اجازه باشن که یک نعت هم بخوانند. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. نعت. نام تو را شنیدم، وصف تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثال تو ندیدم. شاه رسولان توی، محبوب سبحان توی، خاتمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله هستی دی نور خدا، منبع جود و صفا، به طاعت کبریا ز شان والای تو، ز حسن زیبای تو، بتهای کعبه همه افتیده در پای تو. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله یا رسول الله. آفرین، نام خدایتان شاباس، موفق باشین.